پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ دو دستش رو گرفتند و گفتند که معاذ قسم به نام الله من تو را دوست می‌دارم. در آخری نماز هیچگاه این دعا رو ترک نکن. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله اعنی برای من یاری ده، برای ذکرت یاری ده که تو را ذکر کنم و شکرت و نعمتات شکر کنم. ذکر کنید الله همراهی شما است. شما الله را ذکر کنید الله شما را ذکر میکنه. شما الله را در تنهایی ذکر کنید الله تعالی در تنهایی ذکر میکنه. در پیش مردم ذکر کنید الله تعالی شما را در پیش فرشته ها ذکر میکنه. ذکر فایدهش است. برای ذکر برای من یارده شکر و نعمتاش وقتی شکر میکنه الله زیاده میکنه. برای ذکرت برای شکرت و حسن عبادتی، برای زیبا عبادت کردن دیاری. این زیبا عبادت کردن تمام نمود عبادت در بر گرفت. طلب علم است، فهم است، حج است، عمره است، روزه است، زکات است، همه نمود عبادت سیومین دعا سیومین جمله در بر گرفت. برای شکرت برای ذکرت شکرت و زیبا عبادت کردنت به من یاریده. این دعا رو ترک نکن.